سه قسم انسان هنه اهل جنت نه. پیغمبر ما علیه الصلاة و سلام مزگینیا جنت دایه و فضیلت و خیر و برکت و زیده در یه جنت البر و وکریه. اف هر سه قسم انسانا کیگن؟ رب العالمین مجبخ نف طائفه و قسم انسانا ده. قسم اول او کسن او دائما سلام دسر انسانا، ناس و نناس که چه گمازن شوار فرق ناکه، چه صحبت دارینن، لقای چه انسانا بین، سلام دل سر وان انسانا. گوتنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیشنه. وقت بر انسانا داد بورن اول او سلام دن. وقتی چن صحبت که داد رینن اول او سلام دن. جبر هنده او انسان سلام بلافت که و سلام ده سر انسانا مزگینیا جنتش ویره هیا. قسم دوی او کسی جبو وجه خدا خارند ده انسانا، سفراوی راستگیریه که چگو مزن ناس و نناس، فقیر و زنگین هر کس خارناوید خواه. فرق و جدای نا اخد نوا زنگین و فقیر ده. انسان که مرده خلق فیده جد بینه و خارند ده انسانا. جبر مردینیاوی پیغمبر ما علیه الصلاة و سلام مدحوی انسانی کریا و اوج قسم اهل جنته. قسم سیه او کسن او شف راد بن عبادتی و مجیلت بن. وقت انسان خوده اف انسان ها خوا خود حرمینن دمکی شوه راد بن تهجد شوید کن طاعت و عبادتیت کن شویده. او کسی شف راد به عبادتیت که ذکر و صلوات و دعا و مجیلت به مزگین یا جنتش و انسانی رهایه. وعن عبد الله بن السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن السلام دبيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا: أيها الناس أفشوا السلام، أي إنساننا سلام بلاف بكن، وأطعموا الطعام خارن بدن إنسانا، وصلوا بالليل والناس النيام، وقت إنسان تخوده هن راب النميج بكن، تدخل الجنة بسلام، سلامتي داخل جنة ببن. اف حدیثها اثر ترمزی درباز ده به حدیث صحیحه. اف هر سه قسمها اهل جنتنا رب العالمین مجبخ نف طائفه ودا مجبخ اهل جنت آمین.